Ayları şiirman haber rəfti آمدی والا هیچکی نمیتونه بره آمدی والا میگه انا کاشتن ما خوردم ما میکارم خودم میخورم کت خودم میکاره ما میخورم گوچنی میکاره ما میخورم این عین الله باقرزاده دوست نداره بکاره ما باقرزاده در شهر ما پیشنهاد به تو پیشنهاد شده بود یا به ما شده میذارم چشه چرا تو در میارم اینجا در کتاب اول نوشته بابا آب داد ولی در کتاب پنجم نوشته بابا آب نداد میگه بابا شمر یزید چرا آب نمیده اینجا نوشته دارا انار دارد ولی سارا انار نداره نمیده این ور میگه گم جنگل پرا بگیره این ور باش کوه سربتری کشیده بالا سر آفتاب سمندری پایین سرم جمشید مهداد سیریکتری همون دیدی یا ندیدی اگه دیدی به افتخار خودتون دست بزن بده اگر با ولید و ولیدیان باشید مثل شریف و خلیفه در امامی اگر با ازدیان باشید کارتان به صحرای روز خاطر شید مانند ابوذر میدانی یا من این صدای ابو سفیان اشعث چه کردی تو دیروز با علی بیعت کردی امروز در بنبست کوچه‌ای کوفه بیعت شکستی چه میکنی ولید میگه استغفار کن چون در استغفار کن اشعث و تیحملون بالخیر قدیمون میدن برنامه‌اش دستی هم میذاره مسئله‌تون ممکن هفت یادم سینما اضافه کنید سالهای 1359 سن چشم تهران بعد از موفق فیلم قیصر ساخته از مسعود کیمیایی بزرگکارگردان توانای سینمای ایران زندگیات علی حاتمی تقدیم می‌کند ستاره نقش و ایفای نقش نخست بهروز وثوقی باش برید من رو دوستش دارم افترم میخوانیم در سامبرد من کفتر تاقیه 200 کیلومتر میپره یعنی از مچه شما به گارد ماشین از گاردم شروع تا شاطلزیم دیگه نمیتونی بپره سوار آژانس میشه چون تا بعد زمین گلبن یه راست رو داره با جمعی سانتون که با بچه بدنسازی میکنه در چهار باید هفت میگم 20 میخوامش من چی واسه شما رو تلفن رو سمت شما تلفن چقدر کنم چی واسه میدونه شهر شما سیدلی منظر اصلا بسازه یه سر اخوه شهر شما خواهنده این تو آدم رو مایوس میکنی باور کوچه مرتاو در این کوچه چه خبر است ایرج قادری زندگیان در این فیلم ایفانگر نقش نخست محمد علی فردین علی تو هنوزم منو دوست داری آره بسن دوست داری جمشید هاشمور به هزار جوانج کارگردان زندگیان ایرج قادری گوش کن بسر چی دارم بگم اینجا سیستان و بلوچستانه ما بریم این محموله رو به تهرو برکنیم اسم این محموله تریان که بسر میفهمی این تریلی بیش از 30 تن تریان زینم محموله دارم میان چیکار بکنیم هفته نیروی انتظامی 4 تا از محموله با هلیکوپتر شما رو محاسبه کردن چیکار باید که پرو مواجه کنیم